داستان عشق ممنوعه در پس دروازه های شهر. دروازه های آهنین شهر داراب هر شب پیش از اذان مغرب بسته می شدند. اما آن شب چیزی در هوا حس می شد که دلها را به تپش می انداخت. آسمان خون رنگ بود و باد بوی خاک و بارود می آورد. ریحانه در پشت پنجره گوش به صدای دروازه‌بان سپرده بود که همیشه پیش از بستن دروازه ها فریاد می زد: کسی اگر مانده است اکنون بیاید. ریحانه آهی کشید. دلش در بند ماهان اسیر بود. جوانی از طایفه‌ای که دشمن خونین خاندانش به حساب می آمد. دیدارشان در کوچه های باریک شهر به نگاهی گذرا آغاز شده بود. اما همین نگاه قصه ای از جنس آتش و خاکستر را آغاز کرده بود. آن شب ماهان دل به دریا زده بود. در سایه های شب شنل سیاهش را به تن کشید و از دیوار بلند عمارت خانه بزرگ بالا رفت. چراغ اتاق ریحانه هنوز روشن بود. ماهان 3 بار بر پنجره زد. ریحانه با شنیدن صدا به سرعت پنجره را باز کرد. چشمان خسته‌اش در نور کمرنگ شمع درخشیدند. ماهان چرا آمدی؟ اگر پدرم بفهمد خونت را خواهد ریخت. ریحانه دیگر نمیتوانم صبر کنم. جنگ نزدیک است. اگر این بار بروم شاید هرگز باز نگردم. باید تو را ببینم، حتی اگر آخرین دیدارمان باشد. ریحانه اشک در چشمانش حلقه زد. دست لرزانش را به سوی ماهان دراز کرد. ماهان دستش را گرفت و گفت: با من بیا، از این شهر نفرین شده فرار کنیم. اینجا جایی برای عشق نیست. ریحانه لحظه ای تردید کرد. دلش میخواست برود، اما سایه سنگین ناموس و آبروی خانواده بر سرش سنگینی میکرد. با صدایی شکسته گفت: ماهان نمیتوانم. اینجا خانه من است. چطور دل بکنم؟ ماهان آرام دستش را رها کرد. نگاهش پر از اندوه بود، اما لبخندی بر لب آورد و گفت: باشد، اما بدان هر جا که باشم قلبم برای تو خواهد تپید. اگر روزی توانستی از این زنجیرها رها شوی، مرا در جنگل شمال کنار درخت کهن پیدا کن. همیشه آنجا منتظرت خواهم بود. ریحانه فقط سر تکان داد و صدای قدم‌های ماهان را که در تاریکی ناپدید می‌شد دنبال